اعضای اویله‌های مسئولان حمله به گردشگران خارجی در دنقره میگویند که فرزندانشان حیات پنهانی داشتند. مادر حسین عبدالصمدوف متهم به رهبری حمله مرگبار 29 ایول به رادیوی آزادی گفت که پسرش زیر نفوذ روحانی ناصر خوجا عبیدوف معروف به نام قاری ناصر تحصیل در دانشگاه را ترک کرده بود. در دوم کسی غلطید نه که بچه هم ایو خفه هم که عقیده سست ای همون خفه هم که تونستن که ایست گردوندنش بعد همین بچه دایی میشه و یک قاری ناصر خوجا های هم قاری ناصر خوجا پلیس تاجیک مصاحبه را متوقف کرد. حاضر نمیرم. به قول مفتشان روحانی فراری قاری ناصر به عبدالصمدوف در مورد هدفها دستورها داده است. مقامات میگویند افراد متهم به حمله یک روز پیش با گروه گردشگران خارجی روبرو شده تا زمان حمله حرکت آنها را مراقبت داشته است. به قول مقامات قاری ناصر حمله را تصدیق کرده گفته است که این حمله توجه بین المللی را جلب می‌کند. ما در راه واخوردیم. 2 امریکایی، 2 شویتزاری، 2 هلندی و 1 فرانسوی. لورن گیوهگن یکی از 4 گردشگرانی بود که هنگام حمله با ماشین و ضرب کارت در ناحیه دنقره در تاریخ 29 ایول به قتل رسید. بعدتر 4 نفر از افراد متهم با حمله کشته و رهبر احتمالی آنها عبدالصمدوف دستگیر شد. بعد بازداشت مقامات تاجیکستان گفتند که او عضو حزب ممنوعی نهضت اسلامی است که فعالیت آن در تاجیکستان از سال 2005 ممنوع شده است. حزب نهضت اسلامی این عیبنامه را بی اساس مینامد. مسئولیت حمله به گردشگران خارجی را گروه دهشت افکنی دولت اسلامی به دوش گرفته نواری سوگند متهمان را نمایش داد. مادر عبدالصمدوف میگوید پسرش در سال 2004 تاجیکستان را ترک کرده بود. یه روز ای روسیه تلفن میکنه، یه روز ای دبی تلفن میکنه، یه روز ای قزاقستان تلفن میکنه. چه من دارم جان؟ عبدالصمدوف چند ماه پیش از حمله به تاجیکستان برگشت. مادرش به او خبر داد که مقامات او را جستجو دارند. اگر گناه نداشته باشه بیا بریم. من میگه که چه جان من برم میقپنم. میذاره باشه من. آنی باشه من. این پدر جمعه سفرف فردی دیگری متهم در حمله مرگبار دنقره است. او پسری 19 ساله اش را در نوار گروه دهشت افکن شناخت. همین کودک پانکنیش پوشونه با فیلم کلون کنوی از پانکاگه کامیرا رفتگه. تحقیق حمله مفتشان را به زادگاه قاری ناصر ناحیه فرخار ولایت ختلان آورد. به قول مقامات او در سال 2010 تاجیکستان را ترک کرده به جنگ‌های سوریه و عراق پیوست. مفتشان با پسر 18 ساله او هم صحبت شدند. مادر حسین عبدالصمدوف هم از کرده پسرش حمایت نمی کند. بعد این همین حادثه ننگین ده من برای خودش دیگه نیست. برای آن که نه لیج بود، نه گشنه بود، نه ناخونده بود، نه بسته بود. اگر اتهام کشتار و تروریسم ثابت شود، عبدالصمدوف به مهلت از 20 سال تا حبس ابد محکوم خواهد شد. ولی حالا مقامات کوشش دارند حداقل امکان درباره سرپرست حمله قاری ناصر اطلاع بیشتر پیدا کنند.